کانی بادام در سرچشمه‌های تاریخی و مخزن‌های با اعتماد علمی به حیث یکی از شهرهای قدیمی آسیای مرکزی ذکر شده است و در گذشته یکی از شهرهای معمول و آبادی آسیای میانه بود که با نام کند شهرت داشت. یعنی مکانی بسیاری گویم بادام حساب میشه و بادامی که در اینجا یعنی میروید و گویم میوه میتید در یگان جای دنیا دیده نمیشد. بغیر از این من گفته میتونم که سالهای سیومی عصر 19 وقتی که امیر نصرالله پس از وفات امیر حیدر پدرش به سر تخت میبیاد، این چقدر که میدونتون امیر نصرالله از همه امیری گویم خونخوار به حساب میرفت و 2 مرتبه از طرف امیر نصرالله خانگری قوقند به امارت بخارا همراه کرده شده بود و با جای گویم زکات مال از کانی بادام با در کوزه های گویم سفالین و بعد مشکاف ها میگوین از پوست حیوانات ساخته شدگی روغن بادام با اشترها گویم کاروان برین به امارت برده میشد. این دلیل آن است که همین قدر بادام بسیار بوده است که در کانی بادام حتی از وی روغن استفاده میکنند. امروز در حدود شهر 88 عدد یادگاری‌های تاریخی به قید گرفته شده است که 4 عددی آن اهمیت جمهوریوی دارد. یکی از آنها مدرسه میر رجب دادخواه است. مدرسه یادگاری معماری عصر 17 بوده در موضع جوی لب جری کانی بادام جایگیر شده است. ساختمان این یادگاری را به سالهای 1659 1660 ربط می‌دهند. مدرسه در تمام طول فعالیتش بسیار مدرسان نامی به مانند بزرگ خان توره، غویدالله خان، شخصیت هایی که با علم و دانش مشغول بودند کار و فعالیت کردند. مدرسه با اشتراک بی‌واسطه‌ای استادهای محلی ساخته شده است. این یادگاری تاریخی معماری عصر 17 با طرز ساختمانی گویم طرز ساختمانی معماری عصر 13 که بسیار با مدرسه و گویم همون مناره چوی بخارا و سمرقند شباهت دارد. یادگاری در برابر خصوصیت عمومی داشتن جهت خاص مکتب معماری محلی را نیز تجسم نموده است. اساس یادگاری را 2 تالار گوناگون حجم بینشان دهلیزدار تشکیل می‌کند. این دهلیز کلان در مرکز پس پیشتاق جایگیر بوده، یک دالانی وسیعش به حولی و 2 دالانی خردی دیگرش به تالار میبرد. یک تالار همچون عبادتگاه و دیگرش به صفت درسخانه استفاده میشد. مدرسه پس از انقلاب همچون ارتل گویم هنرمندی استفاده شده است. بغیر از این سالهای سیوم در حوله گویم در حجره های مدرسه گروه های محو بیسوادی فعالیت کردند و سالهای طولانی این مدرسه همچون انبارهای گوناگون استفاده شده تا به قریب نصفشوی آمده رسیده بود. وقتی که سالهای 70 با قرار کمیجروی شهر کانی بادام برای احیا کردن رستوراسیون نمودنی این مدرسه شروع کردند، همگی 20% گویم بینای مدرسه قرار مانده بود و خلاص و از سال 1975 تا 1983 این مدرسه پور را گویم احیا کرده شد، یعنی از نو برقرار کرده شد.
مدرسه میر رجب دادخواه از نمونه نادر یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان میباشد. به قول تاریخشناس رحمان اسماعیلوف، اساس پیدایش این یادگاری در این موضع انا همین چاهی که تا حال وجود دارد باعث گردیده است. از بس که آب آشامیدنی در منطقه کم یافت بود، مردم در چنین مکان‌ها خانه می‌ساختند. اساسی گویم ساخته شده این مدرسه همین چاه می باشد و در گرد و اطراف این چاه این مدرسه بنا شده است. چقدر این چاه از روی گفته های گویم عموما متخصصان زیاده از 8 متر است و این چاه همه وقت سطح آبش یخل می ایستد، یا بلند نمیشه یا پایان نمیفوره. چقدر که استفاده نبرید هم چاه گویم یخل می ایستد و سالهای 70 برای ابدی نگهداندن این چاه که اساسی ساختمان گویم مدرسه چی بود، بناکاران آن را با خشت‌های پختگی پورا از سر نو احیا کردند. اگر قبلا این یادگاری همچون مدرسه محسوب میگشت، امروز به یک آثارخانه متشم تبدیل یافته است. در هر یک حجره او قدیمترین آثار نیاگان از قبیل کلالگری و میزگری، آهنگری، زرگری و دیگر هنرهای خلقی به معرض گذاشته شدند که هر یکی آن تاریخ آفرینش خود را دارد. ما گفته میتونیم که در حجرهایی که خمهای کلان موجودند، در این خمها ما گفته پورا تصدیق کرده میتونیم که این خمها پیش از قبول دین اسلام استفاده شدند. خمهای کلانی که در حجره یکم یا که در نمایشگاه یکم محفوظ هستند، آنها با عصرهای گویم 7 8 ممکن است یا تا 5 6 میلادی تعلق دارند. بغیر از این در حجره که سفالات موجود است، در آنجا یک بسیار با مانند گویم سنگ روی قبری موجود است که با نشانه های دوره گویم زردشتیان تعلق دارد. هنری دستای گویم محصول دستای هنرمندای محلی نیز جمع‌آوری کرده شدند و اینها با هر دوره های گوناگون تعلق دارند. داری تویم زارم و داری تویم من خریداری تویم مست دل زاری تویم. باید قید کرد که در شهر کنیبادام مردم به عنعنه‌های گذشته ارج می‌گذارند و برای احیا نمودن خاصتا سرودهای عنعنوی توجه خاصه دارند. یک گروه زنهای کلانسال با رهبری فضیلت جورایی و گروه فولکلوری خواهرکان را تأسیس دادند. اعضای این گروه همه بیبی‌های زنده‌دل هستند. خندیدنایش برای کی بر من نگاه به سجفا، خندیدنایش برای کی. همشون زنده دل سرود میخونن، همشون رقص میکنن، هم رقص هم میکنن هم سرود هم میخونن. زنها ما انسامبل ما به همین کار میکنن، همشون زنهای نقص. من با حاضر حرکت کرده شدیم که با یکتا از جاها به همین قشلاق‌ها به یکتا همین زنهایی که همین زنده دل، همین صنعت نقص چی میگه دوست می‌داشتگی سرود خوانده میتونن، لیکن همین و یا با رفته یگان چاره‌بینی ها و اشتراک کردگی نیه. همین زن‌های هم حاضر حرکت کرده شدیم که همین یافته همین گران اومده همین انسامبل به جلب کنیم که همین انسامبل که برونده سرود خوانم. خوشدلم از این هنر، من دوستدار صنعتم، زین سبب با جان و دل مشغول کار صنعتم. این صنعت، این فرهنگ، این سرایندگی حافظی به من از مادرم که حالا در سن 90 سالگی زندگی به سر برده ایستادند بیدار شده است. این 30مین انسامبل می باشد. یک انسامبل اولین تشکیل کرده من خیلی زنهای بالای قد، ملاحت خاله، توتی خاله بودند، صبا خاله بودند که اینها سال 1993 در فستیوال عمومی جمهوری عاشق
نخستین توخسن اوج بود که در ترکمنستان اشتراک نموده عنوان خلقی با این انسامبل عنوان خلقی سزاوار گردید. بعد این باز یک گروه تشکیل کردیم بعد این نورانی ها و حالا بعد طی چند سال با حاضر یک نوع احیا کردیم که قریب 10 نفر زنها فعالیت دارند. بعضی ما یک تا مکتب خوندیم برابر هم صنف یا همین خیل بنابر همین من فضیلت جان همین زنهای وای کرده همین نام انسامبل ما خواهرکان ماندیم برای آنکه همه ما خواهر با این یک گریبان سر برآورده همه ما کار کنیم گفته همین به نامش خواهرکان ماندیم. فضیلت جورایی و میگوید زنان همه خانشین بودند و هیچ کجا نمیرفتند. اکنون ما رو به چاره‌بینی‌های حکومتی دعوت میکنند. در همه گونه تدبیرهای فرهنگی ما با لباسهای ملی برآمد میکنیم و فرهنگ ملت تاجیک را نمایش میدهیم. جایی که نباشم همون سر و لباسی که من در همون فستیوال در بر داشتم در دیگر دولت آمدگی ها امریکا، هندوستان، ژاپنیا همه هاشون همون صورتی که لباسی ملی در تن داشتم آنها صورتش را گرفته رفتند و حالا کار و فعالیت این انسامبل دوام دارد و ما در آینده خیلی آرزوی نیت‌های بسیار داریم که باز آینده از بین خلق ترانه‌های خلقی را جستجو نموده منظوری خلق گردانیم. اصلش دلم همین 6 مقام همین خیلی دوست می داشتم. همین استاد بای محمد نیازف سرودشان بر لبی دریا بیا همین جدای هم دوست می داشتم. همین بسیار هم سرایده هم نزدی همین زنها و چاره‌بینی ها ده بسیارتر همین سروده می خوانم. در دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا در دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک در چشمم زند نظاره همچون گرد باد ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا. ما همین وقتی من حاضر یک 10 سال اینجانی همین انسامبل گرام رفتیم. در انسامبل ما من 2 تا دایره نوازم. من خودم همچون نوازنده همین زنها به سروداشون بعضیش یک راه به انخته میگردم. همین این زنهای ما پیشتر همه هاشون حافظه بودگی بعضی چاره‌بینی ها و همین کنی با دام به قوت خلق به سرود خوانده میگشتگی ما همین زنهای بعضیشون از همین قشلاق‌ها گرفته آورده همین انسامبل به جلب کردگی. من ما حاضر چی خیلی که چاره‌بینی های شهر ما باشه همه چاره‌بینی های شهر ما و این انسامبل ما همه وقت برآمد میکنه. چاره‌بینی های ولایت به برآمد میکنیم ما دیگه ناحیه ها رفته برآمد میکنیم. عجب دلکش بود داده هوای تاجیکستانم نهان جان و سری خود را برای تاجیکستانم نهان جان و سری خود را برای تاجیکستانم که هر کس را به تن جان و به سر
خاک سامن شدم خزان گل ای جان من شدم خزان گل ای جان من. سرودهای خلقی ما میسراییم. بعد بعضی سرودهایی که پیش وقتا صدا دادگی صنعتکارای همین نامداری بزرگ ما همین تاجیکستان با خوانده برفتگی و سرودا بعضی آدما شنیدگی آدمای کهنه شنیدگی لیکن و سرودای حاضر تلویزیون نمیتیان سرودای نو میتیان همون سرودای کهنه هم ما گرفته با وای میکنیم همین انسامبل ما که میخوانیم که همون سرودا اکثر نو با برات همون صنعتکاری کهنه ای که یک وقتا همین سروده خوانده بودن همونای یه سرودشان با برات مثال یک کس شنودگی میگوید که این سروده یگان فلان صنعتکار فلان سال خواندگی بود گفته ما همین سرودهای جستجو کرده کافته یافته ایستاده همین انسامبل به جلب کرده شدیم. انسامبل فولکلوری اتنوگرافی خواهرکان یکی از پدیده‌های نو در کنی بادام است. این انسامبل در هنرهای مردمی نوآوری و نوجویی را به میان آورد. انسامبل فولکلوری اتنوگرافی خواهرکان امروزها نه تنها آرا بخشنده صحنه‌ها در مراسم‌های داخلی کشور میباشند، بلکه در صحنه‌های خارج از کشور نیز اعتبار و شهرت صنعت ما را بالا برداشتند. وای وقتایی که ما میخوندیم وای دیگر وقت بود چندین من همین قدر سال یک وای بودن لیکن حاضر من همه زمان ترقی کرده ایستاده است همه و من افسوس میخورم که همین دخترهاشون رو به صحنه حال نمیمونن خواندن نمیمونن من هم دخترم هم من کم نشدیم خدا به شکر همه عزت حرمت میکنند یگانه خواهش من که همین فرزنداشون در بین مکتب ها تالنت ها بسیارند سرود میخوانند آواز دارند آواز خدا داد میرقصند همون فرزندانشون من خواهش میکنم که برای تحصیل در دانشگاه های صنعت فرهنگ رخصت دهند خوانند تا آینده فرهنگ ما باز هم آبرو گیرد در دیگر بین دولت ها تا این دم همین قدر پیدا کرده آمده است باز در بین دیگر دولت ها باز از این هم آبروی اعتباری فرهنگ ما بلندتر گردد. در اسامبلی خواهرکان من چاربینی ها میریم من سبتا میریم همه ما همین زنها انسامبلی اکون خواهرکان ما همین زنده برآمد میکنیم من همین حاضرانگی همین حافظه و حیران میشم همین جوانا و همین سرودای هر خیل ریپی هر خیل سرودای میخونم من دیلم که همین سرود حرکت کند همین یاشا جوانا در همین زنده خواند زنده خواندنش در کار من همین خیلی حس میکنم که آن جوانایی که بعضی همین معرکه ها میبینم سرودای همین از جهت فنگرام همین میخوانند معقول نه من میخواهم که همه وقت جوانا حرکت کند همین استادای پیشینه با این سرود زنده خواندن یاد گیرد جوانا من همین میخواهم من خواهرکاننده هم من سرودای تیار میکنیم وای میکنیم همه جانده برآمد میکنیم جانی مایاری تویم نمیشوم یار به کسی در دامی تویم نمیشوم رام به کسی این کاسه شربتی که با هم خوردم هرگیز نخورم شراب از جام کسی هرگیز نخورم شراب از جام کسی باز هوایش منم آرزو دلبری سرویس منم آرزو من که ندیدم چه توی نازنی همه سرودها ما سرودهای خلقی لیکن بعضی سرودهای من حالی گفته گذاشتم که بعضی سرودهای کهنه شده ماندگی هم اگر یگان جانده شنیده مانده مگر من خودم
همون سروده یافته اومده همین نام میخوانم که همین سروده با اثر نه برات یک بار. گل بودم بلبل بودم آخر خزان کردی مرا یک نهالی سوز بودم زعفران کردی مرا در بیابان ناله کردم خیرمنی گل در گرفت حیف روی بیغبارم چند کو خاکستر گرفت حیف روی بیغبارم چند کو خاکستر گرفت. این گروه از معروفترین دسته‌های هنری در منطقه است. به عنوان به خاطر جمع‌آوری گنجینه هنرهای خلقی این دسته را سازمان دادند و در کوتاه‌ترین فرصت موفق شدند. هدف خواهرکان تنها آموختن و احیا نمودن مهمتر از همه رواج و گسترش دادن ثروت هنری مردمی تاجیک است. ما در وقت این انسامبل بسیار از بین خلق ترانه‌های خلقی رو انتخاب نبوده، جستجو نموده، بدیهه‌های خلقی، سرودهای خلقی رو روی صحنه می‌آوریم. بسیارتر در چهاربین‌های فرهنگی، نوروز، جشن‌های استقلالیت، عید وحدت، همه طرفه برآمد می‌کنیم. من خیلی خوشبختم که به نزدیکی در فستیوال عمومی جهانی هنرمندان در شهر قوقند جمهوری ازبکستان اشتراک نموده در بین چندین دولت‌ها سرود و ترانه‌های خلقی تاجیک را سراییدم و همه اشتراکچیان دیگر دولت‌ها که در نزدم حضور داشتن همشان آنها و احسن خوانده در ترانه‌های خلقی رقص کردن. استاد عزیز من مادری مهربانم توتی خان، همه امین شهر کنی بادام جمهوری همه جا مادرم میشناختن. من نیز کسب همونو گرفته من حاضر دوام داده من کار کرده گشتیم. یگان جا بیام همین وقت کنم یا من کارخواننده ام، البته مشق بیام دایره ها من همین گیرم میرم که سرود همین دایره قطعی ریتم قطعی خواندن در کار بی دایره نمیشد، نمیتونم. همین خانه بیام مشق میکنم، دفتر میمانم، همین نگاه میکنم، سرود میخوانم، همسایه ها گوش میکنن اپا سرود بسیار عالی جناب خواندی. میگوید هم از کار به میرد یا میبوید همین سرود ما گوش کرده همه هاشون خرسند. یکی از زنهای با لیاقت حافظ خوش‌آواز این ناظر و اعتبارخان می باشد. محمد جان و شاعر خان، هنرمند شایسته جمهوری استاد محمد جان و عالم استادان رقص عالم صنوبرخان، یلداش و برناخان کار و فعالیت برده ایستادند. یکی از رقاص و زیبا مهارت ارگشف ناظم جان می باشد. تگیس دست مواد یار یار یارانه چاینک پیاله قطار یار یار یارانه تگیس دست مواد یار یار یارانه چاینک پیاله قطار یار یار یارانه پیاله چایش نیست یار یار یارانه این بچه یارش نیست یار یار یارانه پیاله چایش نیست یار یار یارانه این بچه یارش نیست یار یار یارانه سماوار چی چای دم کرد یار یار یارانه نمک مثالی قد کرد یار یار یارانه سماوار چی چای دم کرد یار یار یارانه نمک مثالی قد کرد یار یار یارانه این بچه ظالم بوده است یار یار یارانه زورکم نمیرسد یار یار یارانه این بچه ظالم بوده است یار یار یارانه زورکم نمیرسد یار یار یارانه یار یار یارانه یار 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 یارانه.
бонувони кони бодом дар баробари эҳёи суннатҳои мардумӣ ҳамзамон фарҳанги таомпазии миллиро низ нигоҳ доштанд. Таомҳо низ дар ҳамаи манотиқи кишвар ба фаслҳои гармову сармо тақсим мешаванд. яъне мувофиқи гармӣ ва сардӣ ё ин ки вобаста ба вазъи аввову табиат бонувон баҳри хонавода таом омода мекунанд. ҷаварӣ яке аз хӯрокҳои маъмул дар вилояти Суғд аст ва онро дар ҳамон мавсим метавон омода кард. ҳамин хӯрока давраҳои пеш ҳам мепухтанд ва имрӯз ҳам пухта истодаем. дигаргунӣ дар он аст ки пештар ҳамин вайо ҳамроҳ намекарданд, ҳамин ғӯраро ҳамроҳ намекарданд. ҳозир ҳамин акун барои фарбеҳ нашудан, фишор баланд нашудан истифода мебаранд. ҳамин мош, ҳамин лӯбло барои гурда, талхадон ҳамиҳова истифода бурда мешавад, барои табобатӣ ҳамтун шифобахш. модаромо гуфтанд ки ҳамин вақтҳои ваянда қиматиҳонда мо ҷавария бештар мекарем, саҳроҳонда гуфта ҳамин хел мова нақл мекаранд ба биби калонамо ҳамин хелоямо гуфтанд ақадим ҳамин хел вақтҳои ваянда қиматинда гуфта мова ҳамин гапоямо гуфтанд. дар як ҳафта баъзан 2 маротиба ҳам мекунем, 1 маротиба 2 маротиба мекунем. ҳама бачаҳомон дӯст медорад ина барои он ки лӯбло мош нахӯтошай, барои он ки ин мошу лӯбло ба одамизод вайҳай ба организми одам фоиданокай. мисол ва як бор хӯрок пазидагар чӣ қадар калорияҳош бисёр, барои ҳамин агошт бақувваттар ин мошу лӯбло. ҷавари хӯроки сабук ҳисоб мешавад. ҳамин махсусан ҳамин тоҷикони бодоманда барои маъракаҳо бештар истифода мебаранд ҳамин хӯрока. чунки ин хӯрок ҳам маро машқати оҳиста оҳиста ҷӯшта тайёр мешавад, ҳам парҳезӣ, ҳам тез ин авқот ғафсам намешавад, яхел меистад, худаша нигаҳ медорад. бо гарм кунидам хунукашам ина хӯрока ягон хел ваяш нест. дар фасли зимистон масалан зиёдтар таомҳои равғанин ва гармиҷоз тайёр мекунанд, чунки ҳарорати ҳаво нисбатан сард шуда одамоне ки берун аз хона кор мекунанд, махсусан мардон, бояд бо таоми гарму болаззат таъмин гарданд. азбаски маҳсулоти хӯроки ҷаварӣ аз донагиҳо иборат аст, бонувон истеъмоли онро дар ин мавсим бештар тавсия медиҳанд. ҷаварии омодакардаи бонувони ин минтақа аз дигар маҳаллаҳои ҳудуди вилоят фарқ мекунад, зеро онҳо дар ин хӯрок ғӯраи зардолӯе ки дар фасли баҳор захира карда буданд истифода мекунанд. маҳсулоти хонагӣ, маҳсулоти полизии худамо истифода мебарем. ҳама чиз ҳамин худамове полизои худамова мерояд ҳамин чизҳо. бисёриҳо ҳамин ғӯра истифода намебаранд ва бисёри одамое ки барои парҳезӣ, барои ҳамин шифобахшӣ истифода мебаранд, ҳамин ғӯраи ҳамроҳ мекунанд. бе инам пухтан мумкин, бо ин боз ба маззатар мешавад. дар маъракаҳо бисёртар беғӯра истифода мебаранд. дар хонаҳо, дар оилаҳо барои худашон тайёр кунанд, ҳамин ғӯра илова мекунанд. вақте ҳамин ғӯрачаш пайдо шудаги оварда банкаҳо ва закатка мекунем инҳона худомо. сони ҳамин хел мавридонда ки шуда барои маин ва ё давлениҳо мебурод, ҳамин ба фишорҳои баланда ҳамина муолтар истифода мебарем, ки шуда мухӯрим ҳамина банкаҳоя муолтари ҳамин ба мо захира мекунем. ин аними вая ғӯрая ҳама как таркара мемонем ва я лӯблоя дигараша ҳамаша худаша анхтан мегирем, барои он ки лӯбло камтар сахт мулоим мешавад таркара монем. агар кони бодом умуман ҳама метонанд ин хӯрока, ҳама метонанд, барои он ки ин ақадимул айём мондагии мова, очои бобомо ҳамин гапа гуфтагии мова, ҳамонои гапашон ҳоли моя гӯша монда истодааст. ҳамина мо мекунем албатта. ҳам мошу лӯблои бисёртар агар гӯш карда бошед, бисёр ҷавоб мегӯянд ки иммунитети одамро баланд мекунад. ҳамин мош лӯбло чашм ба фоидашай мегӯям, мана гурдаи талхадону ҷигару ҳамаш ба фоида овар мегӯям. мана бисёр касалиҳои қанд ба ҳамин лӯблои бисёртар истифода мебаранд.
از اینجا برمیاد که همه چیزی که با آش جبری همراه کرده می شود شفا بخشترین محصولات حساب می در خاندان ها بسیار وقت اکثری وقت گوشت همراه نمی کنند. خودش لوبلای موش به جای گوشت عوض می کند. 1 کیلوش 10 سومون. لوبلاهای هم همین خیلی 10 سومون. موش 10 سومون. اما گوشت 50 سومون. این بهتر نمی. این شفا بخش همین خیلی و یا محصولات های خودمون میشودگی چیزا. این خودمون میکاریم این چیزا. چطوری میدونیم از قدیم الایام صنعت گچکاری بیشتر در آرایش بناهای معماری و فرهنگی استفاده برده میشد و حالا نیز این عنعنه ادامه دارد. در شهر کنی بادام نیز استاهای گچکار را واخوردن ممکن است. ذاکر جان فاضل یکی از گچکاران معروف این منطقه است. آفریده هاش خانه های ساکنان محل، قصرهای فرهنگی و طربخانه و چایخانه های ملی ولایت و بیرون از آن را زینت بخشیده است. صنعت خودتون میدارید به آخرین صنعت به آخر چیز که هر کار نازکش است. کارهایی که حجم دار، حجمش کلان، کارهایی که حجمش نازک، مایده. حجمش مایده رو ما میتونیم همین نزدیک خودمون کردن. نازکی کار همین خیلی که خب چه خیلی شما میدونید تا استاد هم کار میکنن. ما هم استاد میدونیم که استاد کارش بسیار بزرگ شروع. ما اول خطاگیشه میکنیم. نیافتیم استای نقص. اگر یافتیم حرکت میکنیم که ما اول با نقص‌تر کار کنیم. همین یک کار کنید که یک انسان دیدگی دلش چیغز کند. همین چیز به دعوت، همین چیزه. نازک کاری ما هم خیلی. هر یک گله می هم خیلی میچینیم که یا همین گله کنده کاری میکنیم که دیده آدم حلاوت میبرد. میگم که من به دوره گل چیندتی. من چینده میتیم میبیند معقول میکند. همین چیز معقول که شد من باید کاغذ بمانده سیاه قلم میکنم. سیاه قلم کرده کشیده تیار که کاغذش که قطعی میتیم. استای خودم باید وای میچیند. نیگه استاد خودتون چینید ما میچینیم. کارنیزای من چه خیلی سویتون که الیمنتو کارنیزای بچکی یعنی بالاگی حوزه و همین الیمنتای ما تیار کردیم. فریزو میشد. فریزی بالاگی، فریزی پایان. آنا سونی ستوم. ما چه روزا میگن کلان نمیگه بالاشای کپیتال اشکتی همین چیزا میکنیم. نمبرده بغیر از کار کردن در دکان نزد خانه‌اش اینچنین در آموزشگاه کسبی به خواهشمندان هنری گچکاری را می‌آموزد. اگر استاهای کندکار حسیات و زیبایی را در روی چوب می‌آفرند، استاهای گچکار باشند آن همه نزاکت و ناگفته‌ها را در روی گچ می‌آفرند. استاها میگویند هنر گچکاری در قیاس به کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است، ولی استفاده آن رعایت قاعده‌های خاص را طلب می‌کند. همون محلولشه وقتی همی وای میشد که حاضر کن زمستان محلولشه 60% گاج و 40% آب سال غوص کرده میریزیم که تیز شخ شود. وقتی تابستان به 40% گاج و 60% آب میریزیم هوا گرم که های تیز قاق میشد. همین چیز همین خیال الیمنتای می تیاگی من رادیوس میبریم همین چیزای راستک الیمنتای راستک تیاگ میگم و الیمنتای هم انا میخواد چیزه سی وای کتی میریزیم یکمش 60 به 40 50 به 50 سون 60 به 50 یا موقع پروسسی تازه ریخته گرفته نشه بدرنش میخواد ارنامه تو میشنیم اما چه خیلی شنونده نشون دادن که همین چیزه
ҳамихтар мешинонем ин чиза. Фармоишгар агар гӯё ки ман мегӯям ин национал яъне худ мо шад. Мегӯя ки вастош яъне худ мо шад. Дизайни ам вастош ин кит караметим ҳамин чиза. Агар гӯяд ки Авропо гӯяд Авропо караметим. Якум дараҷа яъне ки милли яъне худ мо меистад. Туристон мебиён барои милли яъне худ мо дида мебиён ку. Ҳамун Олмонам, Муттаҳиди Америкоям, Шветсиям, Финляндиям ани моя мани заргара кораша, гачкора кор, кандакора кораша дида мебиён. Чандин устод гузашта рафтагӣ ман медонам уста Усмон мана музеи Тошкента дараша кардагӣ, музеи Душанбе дараша кандакорӣ кардагӣ. Мо бениҳоят ҳурмат мекунем устоҳоя. Мана ҳамон устоо дида мо ҳам корҳои дида ёд гирифтагӣ ҳамин чизоя. гилембофии дастӣ аз зумраи ҳунарҳои зебо аст ки солҳои охир бозори маҳсули гилембофӣ серхаридор гардидааст ва ҳам теъдоди бонувони ба ин кор рӯй оварда бо маратиб афзудааст. дар ин минтақа гилемҳои ҳам тоҷикӣ ва ҳам қирғизӣ омода мешаванд. Гуландом Худоёр ва ба бонувони ин ду миллат ҳунари гилембофии қирғизиро ки бо даст омода мешавад меомӯзад. аз 4 синиф боз ҳамин хел ҳунарки бандам. ман خودم کسبم معلمه شده کار کردم همین کار نپرفتم همین کار که من پارسال 90 ученик برآوردم کار میکنم دکم این منبع الهام میبخشد هم خودی که خوب بباین وای میکنم کار میکنم تا که وای شوم بیکار نمیشینم چرا که موی میگیرم تازه کرده ششته شانه کرده سنی ریسپون میکنم ریسپون کرده ریسپون با عینک ششته رنگ میپرتم رنگ با پرافته سنی گلیمبه وای میکنم تیار میکنم خودمو همش خودمو تیار میکنم من میبینید که یکان تا برق نیست همه پیش خودش میداند رشته ها چند تا شمورش میداند خلاص اینها همین شمیر بکره گوله پرافته برفته هم میگرد یک کس نمیپرسد کجا آمدیم چخل میکنیم گفتم چبکی اینها مستر شاگرده هم خودمو با این برای کند سونی گفته میشینیم نباشد نیه چبکی وقتا گوله خطا میکند سونی گلیم ما خوشروی نمیبرد همین خیلی бештар маҳсулоти омода кардаи онҳо гилемҳои ҳаҷман калон то 5 метра мебошад. мегӯяд ҳамин ки як гилем омода шуд дар кӯтоҳтарин муҳлат фурӯхта мешавад. як гилеми онҳо ҳудуди 1 моҳ омода мешавад, зеро пурра заҳмати дастӣ аст. агар бофтанаш ин қадар муҳлатро фаро гирад, ресидану ранг кардани ришта боз фурсати дигарро талаб мекунад. хулас бонувон дар зимистон бештар ба тайёр кардани ришта ва рангубори он банд мешаванд. محصول وایمو بازار به میبریم بازار به برونده بازارنده میفروشیم اینه حاضر ما به وای اورب شدگی که خانه توی کنه دختر برورد کلیم میکند همینا و وای کره میگیرد 2100 سامان به میفروشیم 2300 همین تو همین خنق به میرد این قخمه بگوید با پد گلیم میکنیم وای پد قیمت‌تر وای محصولاتش هم مولتر میشد خودی که همین خیل بوی وای میکنیم فقط وای بفتنش دیگر این خیل نمیبافیم کورتگی وای میبافیم اکن وای قیمت وای 3000 سامان 4000 سامان به میبرود همش میخنت خودم که حاضر اینه من امو گفته تا همین درجه و آورده گلیم بفسادیم محصولات همین دست کده مهنت خودتان بازار نمیخرید نباشد بازار ریسپان خریده آورده کردن ممکن کن وای محصولاتی وای نه چیستی وای نه داخل ناتورالی نه وای خو وای انده چقدر سینتیتیکا شای چقدر کاوچکا شای همین خیلی نمیکن این وای که اینه فرقه شای
ثانی اینها سال به سال خدمت میکند که رنگش هم نمیبرود، یک خل میستد. میگوید گلیم ها وابسته به صفت، مساله، رنگ و بار، اندازه و نقش و نگاری آن به خیل های گوناگون جدا کرده می شود. قیمت آن هم از روی همین خصوصیت ها معین کرده می شود. گلیم های تیار کرده این بانوان به حجره های خانه نه تنها زیبایی می بخشد، همزمان گرمی را نیز نگاه می دارد. چقدر پوچکتن مونی تاگی پوچکتن نمکش باشد، این نمک نیست میکند، درد پوچک نمیشید. این که например синтетикая вай мекунед روی پلبه پرتویتن پوچکتن مونی زمستان خنک میشد. خنک اگر وای نکنید خداتون وای کرده بینید. این با وای کنید زمستان هم عمده هم پوچکتن مونی این خنک نمیزند. محصولات یافتن قین گوسپنه مویشان ار خیلی شده برفتگی یخل گوسپنه مویش های که برمته وای قوس وای ملایم باشد رنگ نقض میکند، با گلشم ریسپونش هم خوشروی میشد. اگر ریسپونش خوشروی نشود این وای نمیشد. چقدر خوشروی برآمد، چقدر شد، این دفعه چقدر میکنیم، گفته وای میکنیم، خودمون وای میکنیم، الهام میبخشیم. با دیگر مسترای ما وای خواهم میبافد، این وای خواهم خیلی کار از گلش دیگر خیلی کار از گفته وای میکنیم. ما نمیتونیم ما اول خوشروی میکنیم، گفته مسابقه بگین همین خیلی کاره میبافیم. حاضر من اما بابسدی خوشروی همزه میبینه خوشروی گفته حاضر تلفن با رسمش میگیریم و با میپرتویم اینترنت با. این آفریده های زیبا را که میبینید دسترنج رسام اکرم جان رحیمов هستند. او همه روزه به تصویر بهترین رسم و انگاره ها مشغول است. میگوید پیوسته حرکت میکنم در آفریده های منظره های نادر و حیرت انگیز روی کار آید که بیننده هنگام تماشا ماهیت اثر را خوب درک نماید و لحظه خود را در مکانی تصویر شده احساس کند. برای به این هدف رسیدن باید همیشه کتاب مطالعه کرد. کتاب هایی که چطوری که میگن ایلوستراسیون رسم ندارن آنها رو من میخونم. البته وقتی که در وقت خوانده در تخیل آدم در شعور آدم یک منظره یک سوژه پیدا میشود آن رو من برای کاغذ میارم. بعد کوشش میکنم که آن رو به طوری از جهتی بند و بست چطوری کامپوزیسیون میگویم رنگ و بار کلریت مندرجه منطق هر سه عنصر یک باید شوند که اگر وقتی که همین سه عنصر یکی شد اثر یک جالب دقیق شدنش ممکن اگر داروی هر سه عنصر باشد. ما تنها میدونیم از روی اثر رسامان که درباره رودکی فردوسی تنها سیما پورتریت میگویم سیما چهره نگاری کرده که خلاص وقتی که آدم میخونه شخصا وقتی خودم خوندم درباره رودکی درباره فردوسی درباره جامعه مثال چه طرف‌های بیننده ندیده اون زمان ها بوده است. مثال خیلی که من کتابی ساتیم الغزاده رو ورق زدم ابوالقاسم فردوسی رو در حیرت داشتم که چطور سوژه های خوشرو زیبا اونجا محفوظ بود. آن رو باید که کتاب رو من دسترس میکردم با پورگی خوانده از روی آنها سوژه های نو اجرا میکردم یعنی اثرهای نو ایجاد میشدند. این یک روی تازه نوی پیدا میشد در زمین معاصر. برای شما من فردوسی گفته ایستادم برای آنکه فردوسی با جهت واقعی وطن دوستیش با من بسیار پسند است. به خود رسام هر یک فرد زیبایی را به اندازه بینش و ذوق خود می‌بیند. یکی در گل دیگری در سینما سومین در رسمی تصویر یافته. اما من می‌خوام رغبت بیننده را به اثرهای تاریخی جلب نمایم. تمام کار او تخیلی تولید می‌شود. عین حال او از روی اثری بخشیده به ایجادیات شاعری کلاسیک عمر خیام کار کرده ایستاده است. چطوری که ما می‌دونیم عمر خیام هم استرونوم بود، ستاره شناس بود، هم فیزیک بود، هم متماتیک بود. در این قسمی کار من با علم مشغول شدن خیام رو نشان دادم. در
تاریکی آسمان باشد یک ابسرواتوری میگن همون چی سرار مشاهده میکردی خیام کارخانه خیام مثلا همین وجود داشت تا دمی پیریشه خیام با علم و دانش صرف کردگی بودیشه اینجا من مسافرت بسیار سفر کردی در مسافری بودگی مثلا یک شهر دوستش یا دیده است یا یگان وطنش رو دیده است که مرا ندا کرده است که مرا آمدیم نزدیک آن شهر رو من دیده ایستادم. غیر حال اینجا درباره زیبایی زن مثال به اینجا درباره آنکه یک بنده وقتی که 30 سال به یک جای معین میرسد و توبه دری توبه با او کشیده می شود. خود رو من هیچ وقت تنها حس نمی کنم برای اینکه برابر خواندن از آن کتاب یک بهره میبرم. همین بهره برده من برای پیشرفت زندگیم در کار می شود این رو تامین می کند. برای رسم برای ایجاد کردن چی لازم است؟ برای همه ما برای عائله برای فرزندان برای نبیران کوشش حرکت میکنیم یک قطعه یافته باشیم. برای من باشد این جا راه خداداد گویم هم خطا نکنم در کار همین راه شده شد. بعد راه های دیگری ایجاد بسیار است. یک راه که من محدود نمیشم. حاضر وقتای آخر من با ساختن پیکرچه های روی میزی با لندشافت میگن زمان حاضر و آن حیوانات پرنده هایی که در جمهوری تاجیکستان ما هستند و تا وقتای نزدیک بیشه پلنگان من میدونیم که یک خیلی ممنونگاه هست. افسوس که پلنگ نداره حاضر. همون ببری آسیای میانگی چطوری که بود همون ببر رو من روی کتاب ها باید که چیزی کنم یا هم صورتش رو چی و قد و اندامش چقدر بود سیمایش چقدر بود و چه فرقی داشت از ببری مثال امور یا ببری هند مثال یا بنگال مثال همین رو من باید که چی کنم. من مقصدی نیتی مقصدی ایجادی خودم هست شخصی خودم هست. اکرمجان رحیموف نیت دارد طبیعت بهشت‌آسای کشور، چهره‌های شخصیت‌های معروف، عالم ظاهری و باطنی مردم زحمتکش به طور شایسته در مصوره‌های او تصویر یابد و مطمئن است که با کلک سحرآمیز آفریده‌های را به وجود دارد که شهرت جهانی داشته باشند. واخوری ابوالقاسم فردوسی را با شاعران دربار از موفق‌ترین آفریده‌هایش می‌شمارد. آن را از نام شهر ما با جمهوری برادری ازبکستان هدیه حکومت شهر خریده هدیه بردن. آنکه من در آن سوژه چی را تاثیر کرده بودم واخوری فردوسی جوان با شاعران دربار انصوری فروخی و اسجادی همین سوژه را من طوری افاده کردم از جهت رنگبار کلرید میگوییم از جهت معنا همون لحظه ای که شاعران نامداری دربار علاقه با فردوسی جان علاقه با شاعران دربار چی نامدار همسایه‌بست شدنی همین یک سوژه بود. اما وقتی که این در سوژه همین را نازکش همین بود که فردوسی علاقه بیت خود را گفته بود. برای همین در آن سوژه من در بندوبستی من دهانی یکی از شاعران کشیده بود. در حیرت بود آن موسفید آن شاعری بزرگ که این جوان چطور میخواد یک جهانبینی چخور دارد. این را از کجا میگیرد؟ فردوسی هم بیشک میخواند. چطور که من از کتاب آگاه گشتم خواندن رو بسیار دوست می‌داشت قرائت کردن کتاب رو. با گفته خودی طبیبان طبیبی هر یک شخص خودی شخص وقتی که آدم یک راه خود را در حیات مییابد یک مقصد مشخص داشته باشد وی خواهد هم بیمار شده نمیتواند. برای چی؟ برای آنکه شعور چطوری که همگان میدونیم 99% بیماری‌ها از شعور آغاز می‌یابد. وقتی که شعور مثال به خالی ماند البته با وی هجوم میکند هر خیل بیماری‌ها. ایجادکار که شب و روز مانده نشده وقتی هوشیاری بیدار خود را با ایجادات مشغول است و چی کدام کسی با وی نزدیک کرده میتواند این ممکن نیست. عناصر بخت را خیلی غنیمت شمردند. علالش خورید نادرخان کن قیمتان شد پیازتون نکرید می؟ نه پیازش هم های است یا نادرخان؟ اکو علالش کن دخت روغن چکره در باندی تونم فردخان یکتی نمکتی روغن بیارید
تمام گل و گیاه وطنی عزیز و محبوبمون برای سلامتی شفا بخش. اگر در دیگر منطقه و سمبوسه علفی رو بیشتر در فصل بهار آماده میکنند، در کانی بادام بانوان با استفاده از کبودی های گرمخانه هایشان در موسم تیر ماه و زمستان هم طعام های علفی آماده میکنند. سمبوسه علفی رو نیز خوراکی از لحاظ اکولوژی تازه و بای از ویتامین ها میشمارند. 72 در آن داشتیم، حالی همین کار کردیم، ما هم به این کلیندو و یاکتی مشغول ده کرکره میخوریم. فایده شای ویتامین تستی از یک هفته یک بار دو بار بشکام بکره میتیم. خمیر کنیم تنور بکنیم، خمیر نکنیم دخافکو میکنیم. دیگ بیام کره میخوریم، دیگی نشان شیری میشه. کدوگی میکنیم، علفی میکنیم، گوشتی میکنیم. کدامش معقول باشد همش میکنیم آب روی دسترخوان. همین حلبه گرمخانه هم یک کاره. همین ویم جعجکای هم میشه گرمخانه و همونجا چینده همین خیلی کار بس میکنیم. نیکه حالی حاضر به وینده های سرانده بیا گرمخانه از سرامی بیاریم. زوالچه ها رو همین طور تنوق میکنیم، بعد قیمه رو میگذاریم. برای این قیمه ها از علف های گوناگون عبارتند: حلبه، جغجغ، اسملاق، و درونش پیاز، روغن همراه کردیم برای شیرین شدنش. پیاز ریزه کردیم. این حلبه همه جهت در دلبه فایده شه، جگرهای تازه میکنه. من دالینی ها برود همین چای کره خورید پس میکنه دالینی های برای همه اینا مولتر نگاه میدارد. همه سمبوسه کنیم همه جهت دالینی بیام جگر بیام مثال به مزه شام مثال به خونای روان میکند میگن برای همون اینا مولتر همه کار بس میکنه. ویتامین مولده بچه هر چقدر خورید ویتامینه هر چقدر نقش رو در میگیرید. کدوی هم نیکی همه جهتش به دارو، کدوی هم زور. این مزهش اگوشتم زور نیکی. ما شاهد پختوپزی کدبانوی ماهر خاله زینب صدیق و گشتیم که سرجم با کلینهایش صحبت کنان سمبوسه علفی آماده میکرد. آنها این نوی خوردنی را از پودینه و ریحان، شیبیت، پیاز و گشنیز، جعفری، چنگک و دیگر رستنی های شفا بخش تیار کردند. کنی بادامی ها همین دیه می کارش میپزدو مخوردو میهنر میکندو. سارا میرفتیم پیش کار میکردیم به وای دیخاننده. اپشته همین هنر مخوریم میپوشیم، حیات ما یکون شیری نگاه میداریم. من اما ماندگی بچگانه کمویم هم خیلی هماش. در تنور هم میپزیم، در تفتان هم میپزیم. از آن تنوریش بسیار هم شیرین میشود. در مکتب هم من خودم که آموزگار هستم، در مکتب محفل های آرایش دسترخوان میشود، کدبانو میشود. محفل هایی در آنجا دختران هم نیست سمبوسه بندی میکنن، سمبوسه پزی میکنن، آزمون میشود. دخترها اشتراک میکنن در آن محفل و هنرهای خود را نشان میدهند. میان مردم کانی بادام بیش از 50 نوع خوراک‌های علفی معمول است که در هر یک خانواده مشاهده کردن ممکن است. خاله زینب میگوید خاصتا من همیشه روی سفره خانواده رو با خوراک‌هایی که خاص به علف‌های طبیعی آماده می‌گردند پر می‌کنم. دسترخوان بی سمبوسه نمیشه. توی معرکه ها پیش میهمان به هم همه زیبه. همین که اون تو دسترخوان پر میشه. برای همین سمبوسه مولتر. قلمه میپزیم، فتیر میپزیم، همون که آب دسترخوان پر میشه. بازار کم خرجات. خودمون مگوره خیلی مهنت کنیم اگر. کلان سالانی خانما میگویند که ملای مکه کرده از آنی دیگینش پزید. میگویند از آنی دیگینش پخته بالایش را دم کرده ملای مکه کرده میدهیم آنها میخورند. این نمودی گندمک میباشد. این باز یک نمودی دیگری سمبوسه بندی است. در محفل ها نیز به دختران یاد میدهیم، در خانه برای دخترمان ها یاد میدهیم.
صنعت عنعنوی نقشخوانی قریب در همه منطقه ها از بین رفته است. اگر قبلا در شهر کانیبادام قریب در هر دهه نقشخوان ها را دیدن ممکن بود، امروز آنها انگشت شمارند. تنها 4 نفر در دهه محرم این کسب را ادامه داده ایستادند. خواندن نقش را در طی معرکه های مردمی سوخت حتمی می‌دانند. برای داماد مردها نقش می‌خوانند و عروس را زنها اشوله‌خوانان گسل می‌کنند. پدری من میخوندم سنگینوف سیدبای این لاله استادشان یاد گرفتگی صابر داخل گفتگی استادشان بود همونا خوانده بعد پدری ما گرفتن پدر ما من پدری ما 100 به درونده گذاشتن حاضر این عنعنه ما برسادیم این دهان به دهان آمدگی این 40 کوپله عنعنه های ملی همین لاله ماهان همینه یک 7-8 کوپلتیشه میخونه جان سرودو همش از دهان به دهان از کوله همون از باباها ما ماندگی ممکن 500 سال شدگی می همین نقش خوانی و ممکن 400 سال شدگی می این همین امساس دیه همین سرودو امساس همین انسامبل فولکلوری هم اصلا دیگه اینم جدا چیزی کوله پیش وقت همین زنها بودگی همین کانیبادام با مثال دیگه همین اسفره و مثال همین قشلاقای کانیبادام با دیگه زنها همین یک چاره بینی شود یک همین مایده خواننده زنها شته خورسنده کننده دایره کتی شته زنهای سرودخوان بودگی همین سرودهای میخواندگی همین سرودهای عنعنوی میخواندگی من حاضر ما همین اكو برقرار کرد شدیم همین زنها من عمده من اشتراک کرد شدیم رفتم راهی دور را دور حیار یار یاره رفتم راهی دور را دور حیار یار یاره آوردم نهال گل حیار یار یاره آوردم نهال گل حیار یار یاره این گل کجا مانم حیار یار یاره این گل کجا مانم حیار یار یاره حوله مرزا گل حیار یار یاره در حوله مرزا گل حیار یار یاره ما خوانده فقط گران دامات خانه هاشون تا خانه کلین همه خانه سرجم شده موسیقی کتی من توی هاشون های دیدن تا ممکن همه هم کتی قطعی گران میدرویم زنها اکنون همه کلین به سلام و دوامش خداشون میدوند تا همون در آورده تا همین دامات برده خانه بخت به خانهاش به گسیل کردنه خوانده میرن همونه و های همه خادم ها زن ها اجرا میکنند این عامل برای فراموش نشدن سنت‌های شفاهی مردمی و ادامه داشتن آن نقش ارزنده می‌باشد. مردم به آن وسیله عادت‌ها، آیین‌ها، هنرها و دیگر عنعنه‌های خود را که ریشه بر تاریخ نیاگان دارند نگاه می‌دارند.
و برای بازسازی برخی از آنها تلاش می‌ورزند. از این طریق گذشته را به امروز را به آینده می‌پیوندند. تصمیم نقشخوان‌های سالخورده نیز این است که جوانان رو به این صنعتی قدیمه آورند. در توی سورها می‌خواندند. همین توی‌های جورا داماد با این نقشخوانی یک چند سال‌های پیش از دهان مانده قریب که نیست شده برفتگی بود. اینها یک خیلی وقت به تا 3000 سال پیش پیدا شده میگن. یک خیلی 1000 سال. خیلی همین پیدا شش به 1000 سال می 3000 سال می همین خلق تاجیک همین نقش در توی سورها می‌خواندند. برای همین علاوه میکنند که کلین داماد گیدی همین علاوه آسیه مراتب بعد جا 7 مراتب دور میزنند. این توی سور که بهار زمستان میشد همین گردی علاوه دور زده همین گرمی علاوه با این کلین داماد یادی شما گرمی نمان گفته همین علاوه برای همون میکنند. حاضر کنی بودم با ما میریم ما این ثروت کلین همین محرمی ها اگر کنی بودم کلین کند میریم آقا بابا جان خفروف کلین کند میریم شهر خوجند کلین میکند استراوشان کلین میکند ما رفته همین نقشه خونده دامات گرام میداریم لیکن کنی بودم خودشانده نیست. حاضر این انعنه ها قدیم بود همه قشلاق خونده بود. ازبکشم های من نیازبک هم قشلاق کشکک همین ازبک اهالی نشینیشون مهان تاجیکا محرم قرشقم لاهوتی ما آزمون بر رفته بودم من این اکان قطعی 4 کس بودیم این اکان ما اکنی بودم و فرهنگش آمده ما گرفته رفتم. اول ز خدا گویم و دویم که رسول یک نامی محمد اشرف عالم مشهور از صبری کسی نیو جای نرسید های تابه. پیش وقت نقشخوانی همین کنی بودمند جدا رواج گرفتگی بودگی. همه توی های عقدی نیکوبه پیش و نقش میخواندگی همین داموت خانی کلیم گران اومدن با همین موسفیدا همین نقش خانه برونده ایستاده همین نقش خانه داموت گرفته می آمدگی خانه کلیم با همین خیلی مانده همین خیلی انعنه بودگی این انعنه ها اکون حاضر سر کم شده استاده هسته نمیدانم برای همین حاضر من خیرت من قشلاق محرم با همین خیلی یک 8 با این آدما بودیم موسفیدا همینا نقش می‌خواندن خیلی جوانایی هم یاد دادن یک 3-4 تا جوانا یاد دادیم یک 4-5 سال شد ما همین انسامبلی نقش خوانیه خوجند به گران بردگی بودم همونا رفته خوجند اند همین نقش خوانده جدا نقش کرده شروع کرده خوانده داده آمدگی بودیم. لاله گفتنشون که فقط برای جور کردن آواز اکن همین وای جور شده است برای دوش فوران بروندن یا خیل برآمدن هر سال وای میکند اینا جور شدنش به خواندنش به اکو اینا راست خونده کلین های دامات جوره هاش یاردم میکند برای اکن معنای اینا همشه سرجم کنید اگر معناش همین که دختر شنود که خریدارش آمده. بسیاری از سرود و موسیقی های جشنی از نسل به نسل و گدازی سنجش گذشته و تاریخی قدیمه دارند. از این رو گفتن ممکن است که سرودهای مراسم خانه‌دارشوی از بسیار جهت اهمیت تاریخی را دارند. عنعنه توی قدیمه مردم این منطقه کشور در برابر دیگر سنت‌های مردمی موقعی مهم دارد. Thank you.